صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. گر اهل دلی صفا مهیا شده، در ذات مسیح خدا هویدا شده. بیگانه مشو به حق که حق بوده مسیح، او ضامن هر گونه خطایا شده. بخشید نجات عالم از بحر صلیب، چون صخره رحمت و عطایا شده. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه‌ای از صدای انجیل. شنوندگان عزیز و عاشقان حق، درود بر شما. امیدوارم که در عنایات و فیض خدا یکتا خوش و سلامت باشید و در این ساعت آماده شنیدن کلام خدای مهربان باشید. دعا می کنم که خداوند مدد فرماید که در این لحظه‌ای که توجه خود را معطوف به عالم معنویت می کنیم، افکار و قلب خود را از دنیا جدا و متوجه خدا کرده و از او تمنا کنیم که کلام جاودانش را بر آن مکشوف سازد تا نور و حقیقت او زندگیمان را منور ساخته و در طریق او ما بقیه عمر خود را به سر بیاوریم. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح توجه خود را معطوف به فصل 5 نموده و از آیه 18 آیات را قرائت می کنیم و جهت روشن ساختن معنی آیات توضیحاتی به عرض مبارک شما عزیزان می رسونیم. به این امید که شما با تعلیمات و زندگی و اوامر عیسی مسیح آشنا شده و با ایمان آوردن به او و پیروی کردن از او حیات جاودانی را نصیب خود سازید. زیرا تنها شرطی که ما بشر نیازمند آن هستیم تا وارد ملکوت خدا شویم ایمان است و تسلیم شدن به اوامر خدا. ایمان به کلمه خدا، به مظهر خدا، به نجات دهنده بشریت عیسی مسیح زنده که به زودی به این جهان برمیگردد تا انسانها را داوری کند. از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به این قسمت از کلام خدا بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. فصل 5 از انجیل مقدس لوقا از آیه 18 الی 26. اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که از داشتن کلام خدا به زبان مادریتون محروم هستید ولی مایلید که گفتار خدا را داشته باشید، می توانید با درخواست کردن آن از ما آن را تهیه کنید. آدرس در پایان مجدداً اعلام خواهد شد. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. در فصل 5 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا با معجزات و تعلیمات متعددی که عیسی مسیح انجام داده است روبرو میشویم. در 12 آیه اول دعوت عیسی مسیح از شمعون پتروس و برادرش اندریاس و یعقوب و یوحنا برای شاگرد بودن می باشد و از آیه 12 الی 17 قدرت خدا را در شفا بخشیدن مردی که مرض برص داشت در عیسی مسیح می بینیم که آشکار میشه و دیدیم که علت شفا یافتن این مرد نه فقط به خاطر اینکه خداوند قدرت را به عیسی مسیح عطا کرده بود میسر گردید، بلکه به خاطر که آن مرد به عیسی مسیح ایمان داشت و اینکه حاضر شد
ایمانش را عملاً با آمدن به حضور او و تقاضای شفا کردن ثابت کند. و دوستان عزیز، در این نکته بسیار حساسی است در رابطه معنویمون با خدا. با آن این است که خداوند می‌خواهد ما را در هر امری و در هر حالی شفا بده. خداوند می‌خواهد ما را در مشکلاتمون یاری بده. خداوند می‌خواد تقاضاهای ما را که شایسته و مقبول پسند اوست و مطابق اراده اوست جواب بده و یاری بده. ولی خدای مهربان هرگز اراده و خواسته خود را به زور و جبر به بشر تحمیل نکرده و نمی کند. بدبختانه ما ایرانیان طوری فکر میکنیم که انگار خدا ما را مثل ماشینی که بی اراده و بی اختیار است خلق کرده و هیچ نفوذی و هیچ قدرتی در تعیین نحوه سرنوشت زندگیمون نداریم. و حتی اگر از لطف خدا محروم هستیم میگوییم که لابد خدا نمیخواد که ما از الطافش بهره مند بشیم، و یا اگر بلایی به سرمون بیاد باز میگوییم که خدا میخواست این بلا به سرمون بیاد، و یا میگوییم که بلا به سر کسی اومده میگیم ببین خدا چطور اونو تنبیه کرد. در حالی که باید بدانیم دوستان عزیز که خداوند ما را دوست دارد و خدا خدای محبته و علت محرومیت ها از عطایای خدا غالباً خودمون هستیم. مقصر خودمون هستیم و نه خدا. زیرا هممون میگیم خدا خدای مهربانه. اگر خدا مهربانه آیا اجازه میدهد که بلا همینطور بی جهت به سرمون بیاد؟ اگر خدا میخواهد، اگر خدا مایل است که ما را در عنایات و برکات و محبت خودش قرار بده و در سایه رحمت او زندگی کنیم، مطمئن باشید که خداوند این اختیار و اراده رو به ما داده و میخواهد که ما به حضورش بیاییم. دوستان عزیز، ولی خدا هرگز برای این امر ما را مجبور نمی کند که ده یالا بیا زیر فرمان من و این برکات را بگیر. خیر، خدا خدای عادل و خدای مهربان است و او به ما اختیار و اراده عطا کرده است و این اختیار و اراده تا روز قیامت از ما نخواهد گرفت. و برای همینی که پیغمبران را فرستاده، چون تقریبا داره میگه خواهش میکنه از بشر که توبه کنید ای انسان ها. چرا؟ چون دوستتون دارم و میخوام شما را از فیوزات خودم، از نعمات جاودانم بهره مند سازم. بنابراین ای عزیزان، ما انسان ها در تعیین سرنوشتمون حق انتخاب داریم. خداوند ما را آزاد خلق کرده و به ما این اراده رو بخشیده که چه راهی را برگزینیم. اگر راه خدا برویم، برکات و الطاف و محبت خدا بر ما جاری میشه، ولی اگر راه خودمون بریم خب مسلماً از عطایای خدا محروم میشویم. حالا در آیه 12 میفرماید مرد مبروس به مسیح میگوید که اگر بخواهی ای مسیح تو میتوانی مرا شفا بدهی. و میدونیم دوستان عزیز عیسی مسیح با دست شفا بخش خود او رو لمس میکنه و شخص مبروز را از محبت و میل به شفای او مطمئن می‌سازد. مسیح بدن مریض و کثیف این مرد را ملاحظه می‌کنه، لمس می‌کنه، اونو از آن دوری نمی‌کنه بلکه به اون دست می‌زنه. با انجام این امر خود عیسی نجس نمیشه بلکه مبروز را پاک می‌کنه و ایمانش را بنا می‌سازد. و این معجزه در واقع اشاره است از شفای روحانی ما که امروز نیز ما از خدا دور شده ایم و در نتیجه از نعمات خدا، از شفای خدا محروم شده ایم. ولی اگر به حضور عیسی مسیح بیاییم، او به ما برکت خود را عطا میکنه و شفای آسمانی را عطا میکند. زیرا برص کنایه از گناه است و ملاحظه میکنیم که مردی که پر از برص است در نتیجه این مرضی که گرفته نه فقط از اجتماع دور شده، از نعمات زندگی محروم شده، بلکه در واقع موجب مرگش هم میشه. همونطوری که گناه موجب مرگ روحانی ما میشه، همونطور که این مرض شخص را میکشد، به همان نحو نیز مرض روحانی یعنی گناه نیز عامل مرگ روحانی یا جدایی ما از خدا گشته و میشود. کتاب مقدس به ما تعلیم میدهد که علت این بدبختی‌ها و ظلم و ستم‌هایی که بر ما میاد دوستان عزیز نتیجه اعمال و شرارت‌ها و خودخواهی‌ها و خودرأیی‌های انسان میباشد. زیرا کلام خدا میگوید که همه انسان‌ها گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. یعنی همه ما
از درگاه خدا دور شده ایم، در نتیجه از برکاتش هم محروم شده ایم. چرا؟ زیرا گناه در وجود ماست. گناه ما را از خدا جدا کرده و ما را از باران رحمت خدا نیز محروم ساخته است. ولی خدا را شکر که او عیسی مسیح را که حیات است فرستاد و مسیح آمد تا ما گناهکاران را لمس نماید و دوباره ما را پاک و زنده سازد. در واقع عیسی با لمس نمودن بشریت ناپاک ما آلوده نشد، بلکه بدین وسیله ما را پاک ساخت. و همونطوری که دوستان عزیز فقط عیسی مسیح توانست آن مبروس را شفای کامل عنایت کند، به همان نحو نیز فقط با تمسک به اوست که امروز نیز من و شما می توانیم شفای روح یا نجات را دریافت بداریم. خدا کند که امروز شما نیز به سوی این طبیب روح روی بیاورید و از او تمنای شفا بطلبید. به مطالعه آیات دوباره برمیگردیم و به آیه 14 توجه میکنیم. برای بعضی ها درک معنی آیه 14 که میگوید مسیح وی را، یعنی این شخص مبروس را امر کرد که به هیچ کس نگوید، ثقیل می آید و میگویند چرا عیسی مسیح در اینجا امر میکند که این مرد درباره او خبر پخش نکند. دوستان عزیز، دلیل آن اینه که این شفا به قدری عجیب بود که عیسی نمیخواست در همان موقع معلوم گردد. چرا؟ چون میدانست که اگر مردم از این معجزه آگاهی یابند، دور او جمع شده و خواهند دانست که اون قدرت خدایی داره و از او خواهند خواست که رهبر سیاسی و ملی آنان بشه و به عنوان پادشاه بر آنها حکومت کنه و بدین وسیله در واقع مانع کار تعلیم دادن نجات گناهکاران می شود. لازم است یادآوری کنم که اگرچه معجزات عیسی دلیل قاطعی است برای فرستاده شدن او از جانب خدا، معاذ او معمولاً معجزات را آنقدرها برای اثبات رسالت خود به کار نمی برد، بلکه بیشتر برای دلسوزی و همدردی و شفایی که نسبت به مریضان میخواست عطا کنه به کار می برد و میخواست بدین وسیله مردم را خدمت کند و آنها را شفا دهد. این کاری بود که مسیح میکرد، یعنی مسیح معجزات را برای اینکه خودش رو معرفی کند هرگز به کار نبرده است. به آیات 17 الی 26 که پس از شفای مبروس به وقوع پیوست و درباره شفای مرد مفلوج است توجه فرمایید. این معجزه را نیز میتوان در انجیل مقدس متی فصل 9 و مرقس فصل 2 پیدا کرد. میفرماید روزی واقع شد که عیسی تعلیم میداد و فریسیان و فقهای مذهبی که از همه شهرک‌های جلیل و یهودیه و اورشلیم آمده نشسته بودند و قوت خداوند برای شفای ایشان صادر می شد که ناگاه چند نفر شخص مفلوجی رو بر بستر آوردند و می‌خواستند او را داخل کنند تا پیش روی عیسی بگذرانند و چون به سبب انبوهی مردم راهی نیافتند که او را به خانه درآورند، بر پشت بام رفته و او را با تختش از میان سفالها در وسط پیش عیسی گذاشتند. عیسی چون ایمانیشان را دید به وی گفت ای مرد، گناهان تو آمرزیده شد. ای مرد، گناهان تو آمرزیده شد. آنگاه کاتبان و فریسیان در خاطر خود تفکر نموده گفتند این کیست که کفر میگوید؟ جز خدا و بس کیست که میتواند گناهان را بیامرزد؟ عیسی افکار ایشان را درک نموده در جوابشان گفت چرا در خاطر خود تفکر میکنید؟ کدام سهل تر است؟ گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن این که برخیز و بخرام؟ دقت کنید دوستان عزیز، این آیه را یک بار دیگه میخونم. عیسی در جواب ایشان گفت چرا در خاطر خود تفکر میکنید؟ کدام سهل تر است یا کدام آسان تر است؟ گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن این که برخیز و بخرام؟ لکن تا بدانید که پسر انسان را استطاعت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست، مفلوج را گفت تو را میگویم برخیز و بستر خود را برداشته به خانه خود برو. در ساعت برخاسته پیش ایشان آنچه بر آن خوابیده بود برداشت و به خانه خود خدا را حمد کنان روانه شد. حیرت همه را فرو گرفت و خدا را تمجید نمودند و خوف بر ایشان مستولی شده گفتند امروز چیزهای عجیبی دیدیم.
ای عزیزان، این معجزه یکی از مهمترین معجزات محسوب میشه، زیرا یک حقیقت بسیار بسیار مهمی رو برامون آشکار میکنه و آن اینه که خداوند به عیسی مسیح نه فقط قدرت شفا بخشیدن امراض را عطا کرده، بلکه قدرت بخشیدن گناهان را عطا نموده است و این بایستی برای ما بسیار شادی آفرین باشه. خداوند نه فقط به مسیح قدرت شفا را عطا کرد، بلکه به عیسی مسیح قدرت بخشیدن گناهان را عطا کرده است و نه فقط آن، بلکه ثابت کننده ادعاها و تعلیمات عیسی مسیح نیز می باشه. و واقعیت اینه که اگر ما ایمان به او بیاوریم، به مقصود خود، یعنی رها شدن از اسارت گناه و صاحب حیات جاودان شدن نیز رسیده ایم. اجازه بدید به لغات و معنی این قسمت از کلام خدا توجه مخصوصی کنیم. در آیه 17 میگوید مسیح داشت مردم را تعلیم میداد، یعنی در شهر کفرناهم و به احتمال خیلی زیاد در منزل پتروس نشسته بود و به مردمی که دورش جمع شده بودند درباره ملکوت خدا صحبت میکرد. میفرماید فریسیان و فقها نیز اونجا بودند. فریسیان یک لغت عبریه که به معنی جدا شده می باشند، یعنی اینها یهودیانی بودند که در شریعت موسی و رسوم اجدادی خود تعصب بسیار مخصوصی داشتند و خودشون رو از توده بیدین جدا کرده بودند. در زمان قبل از مسیح به خاطر عقاید خود متحمل ضمانت زیادی شده بودند و به خاطر همین خود را از دیگران بهتر می دانستند. آنها در نماز خواندن و روزه گرفتن اشتیاق بسیاری نشان می‌دادند و با دقت روز سبت را مراعات می‌کردند، ولی غالباً تقدس آنها ظاهری بود. فریسیان به زودی به مخالفت با عیسی مسیح می‌پردازند. چرا؟ زیرا عیسی مسیح ریاکاری و شرارت‌های مخفی آنان را آشکار می‌کرد و همین افراد بودند که مسئول و مقصر صلیب و مرگ عیسی مسیح بودند. مقصود از فقها که به کاتبان هم موسوم بودند همان معلمین دینی یا ملایان دینی یهود است که جزو فرقه فریسیان بودند. حالا از این آیه متوجه میشیم که آنها از یهودیه و اورشلیم آمده بودند تا ببینند که آیا عیسی از طرف خداست یا نه و معجزات مسیح رو ببینند. و معنی این جمله که قوت خداوند برای شفایشان صادر می شد اینی که قوت خدا در آن مکان حاضر بود، آشکار بود تا مریضانی که آنجا بودن شفا بیابند. و البته قوت عیسی با قوت خدا یکی بود، زیرا خود او می فرماید قدرت را از پدر آسمانی خود دریافت کردم. حالا جمعیت زیادی دور منزل جمع شده بودند و حیاط پر از جمعیت بود و این نشون میده که مسیح در اتاق نبود، بلکه در داخل حیاط و یا زیر سایبان در داخل حیاط و یا مکانی که سقف دار بود شروع کرده بود به مردم تعلیم بدهد. در این اثنا 4 مرد مریضی رو که مفلوج بوده، یعنی قادر به حرکت نبود، بر تختی نهاده بودند و میخوان نزد عیسی مسیح بیاورند تا عیسی اونها شفا بدهد، ولی به خاطر کثرت جمعیت حتی نتوانستند به دم در برسند. هرچی فکر کردند که چگونه این مریض مفلوج را به نزد عیسی بیارن تا شفا پیدا کنند، راهی پیدا نکردند. سرانجام موفق شدند که برن روی پشت بام و از طریق برداشتن سقف موفق بشن به جایی که عیسی مسیح بود برسن. حیات منزل از جمعیت نیز پر بود، اما اشتیاق آنان برای کمک کردن به این مفلوج و ایمانشان مبنی بر اینکه عیسی مسیح قادر است او را شفا بدهند مانع آن نشد که ناامید بشوند، بلکه شروع به برداشتن سفالهای سقف میکنند و سپس با تنابی مفلوجی رو از پشت بام به نزد پاهای عیسی مسیح فرود میآورند. جمعیت داشتن به مسیح گوش میکردن که یه دفعه متوجه شدن سقف برداشته میشه. همه حیران بودن که اینها دارن چیکار میکنن و چه بسا پتروس نیز شگفت زده بود که این مردها چرا سقف خانه‌اش رو دارن برمیدارن. اما عیسی از جدیت و ایمان آنها بسیار شاد میشه، زیرا با این عمل حقیقت ایمان خود را عملاً به عیسی مسیح ثابت کردند و بدون هیچ کلامی عملاً به عیسی مسیح میگفتن که ای مسیح ما به تو ایمان داریم که تو قادری این مرد مفلوج را شفا ببخشی. وقتی عیسی ایمان ایشان یعنی ایمان شخص مفلوج و دوستانش را دید، گفت ای فرزند خاطر جمع دار یا مطمئن باش که آمرزیده شده ای، گناهانت بخشیده شده و یا به تو بخشیده شده است، یا
ای فرزند تو از گناهانت رهایی پیدا کرده ای. حالا سوال میشه که چرا عیسی مسیح خداوند قبل از اینکه مفلوج رو شفا ببخشه، قبل از اینکه به او سلامتی جسم عطا کنه، این طور با او سخن میگوید؟ مفسرین میگویند که احتمال میرود دلیل این عمل آن باشه که مرض این مرد در نتیجه گناهانش بوده و بنابراین قبل از رفع مرض لازم بود که سبب و عامل آن یعنی گناه نیز مرتفع گردد. و عیسی مسیح از قلب وی آگاهی داشت و فهمید که وی نمیداند که آیا گناهانش که سبب این مرض شده است بخشیده شده یا نه، و از این رو فکرش ناراحت بود، یعنی فکر آن مفلوج. و نیز عیسی مسیح می‌دانست که این شخص مریض از صمیم قلب توبه نموده و ایمان نجات یافتن را دارد. از این رو به او میگوید که گناهانت را بخشیدم و بدین طور بار سنگین رو از دوش او برمی‌داره. و پس از اینکه علت مرض را رفع نمود، به شفای مرض می‌پردازد و مریض را نه فقط در روح بلکه در جسم نیز شفا می‌بخشد و سالم می‌گرداند. در آیه 21 می‌فرماید که ملایان دینی وقتی که حرف مسیح رو شنیدن شروع به تفکر کردن نمودن، یعنی چیزی نگفتن ولی در دل خود صحبت کرده، فکر کردن که این مسیح داره کفر میگه. مقصود آنان از کفر گفتن مسیح این بود که مسیح آنچه را که فقط و فقط به خدا تعلق دارد رو داره به خودش نسبت میده، زیرا آنان معتقد بودند که فقط و فقط این خداست که میتواند گناهان آدمی را بیامرزد. برای همین بود که تصور کردند که عیسی در بخشایش گناهان آن مریض کفر گفته. و البته دوستان عزیز این را درست میگفتند و فقط خداونده که میتواند گناهان را ببخشه. این تعلیم کتاب مقدس هم هست. ولی نکته مهم اینه که آنان در اینجا اشتباه میکردند که عیسی مسیح و مقام او و رابطه با خدا را نمیدونستند، یعنی به مقام و الوهیت مسیح پی نبرده بودند، متوجه نبودند که مسیح مکاشفه خداست، کلمه خداست، مظهر خدای تعالی است و به پسر حضرت اعلی مسمی است و کاملا قادر به انجام اراده خدا و اینکه خدا به او قدرت بخشیدن گناهان را عطا کرده است. چرا؟ چون خدای تعالی اراده فرمود از روی محبت و فیض بی‌پایانش در عیسی مسیح خیشتن را به بشر آشکار کنه و خدا در او خود را با بشر نزدیک نموده است تا من و شما خدا را بشناسیم، نه اینکه خدا ما را بشناسه، بلکه تا من و شما قادر باشیم این خدایی که در کهکشان هاست را بشناسیم. هنوز سالهای ملایان دینی از دهانشون خارج نشده بود که عیسی رو به آنها میکند و در پاسخ به سوالی که فقط در فکرشون بوده میگوید که ای ملایان دینی چرا اینطور فکر میکنید؟ و بعد میگوید سوالی دارم، کدام آسان تر است برای من که بگم که گناهانت بخشیده شده یا اینکه شفا پیدا کن و برو؟ مسلماً بسیار آسان تر بود که مسیح فقط بگه گناهانت آمرزیده شده. چرا؟ چون هیچ کس نمیتونست ثابت کنه که آیا راست میگه یا دروغ. هر کسی میتونه بگه که ای فرزند گناهانت بخشیده شده بدون اینکه صدق یا کذب قول گوینده معلوم بشه. یعنی همه میتوانن این حرف رو بزنن. چرا؟ چون هیچ کس نمیتواند حقانیت یا غیر واقعی بودن حرفش رو ثابت کنه، چون یک چیز درونیه. در حالی که اگر کسی به شخص مفلوج و یا مریض بگه که بلند شو و راه برو و شفای کامل پیدا کن، فوری معلوم میشه که آیا او راست میگه یا دروغ. چون اگر اون شخص شفا پیدا کنه آن وقت معلومه که طرف فقط ادعای بیهوده‌ای نمیکنه، ولی اگر شفا پیدا نکرد آن وقت مسلماً میگن که حرفش دروغه و یا کلاهبرداره. برای ملایان دینی عیسی نه فقط کفر گفته بود بلکه کار آسانتر را انجام داده بود. یعنی گفته بود که ای فرزند گناهانت بخشیده شده. حالا هیچ کس نمیتوانست در اون لحظه ادعای مسیح را رد و یا ثابت کند، ولی عیسی مسیح حالا میخواد کار رو مشکل تر کنه. در واقع میخواد هر نوع شک و تردیدی که در افکار و قلب ملایان دینی به وجود آمده بود رو برطرف کنه و به آنها بفهماند که مقام او چه میباشه. برای همین بود که پس از اینکه به مرد گفت گناهانت بخشیده شد، رو به آن مرد میگوید که برخیز و روان شو و برو. اگر مریض مفلوج بتواند از تخت خودش بلند بشه و راه بره، مسلماً آن وقت این امر بسیار مهمه که بگیم که گفتار مسیح واقعی است و قبول کنیم که وقتی گفت گناهانت بخشیده شده در واقع گناهانش بخشیده شده و خدا این قدرت عظیم را به عیسی مسیح عطا کرده.
اگر این مرد مفلوج بود، مریض بود، نمیتونست بلند بشه و شفا پیدا نمیکرد، آن وقت همه میدونستن که حرف مسیح دروغ بود. ولی در آیه 25 میبینیم که این مرد مفلوج بلند میشه و نه فقط آن تخت خود را بر میداره و دقت کنید دوستان، تمجید کنان میرود. شفای این شخص دوستان در واقع به منزله شهادت خدا، مبنی بر این که مسیح در حقیقت حق بخشایش گناهان را دارد میباشه. این عمل درست مثل اینه که هاتفی از آسمان ندا کرده به فریسیان بگوید شما متنبه شوید، که عیسی کفر نگفته بلکه حقیقت را بیان نموده است. زیرا اگر مسیح کفر گفته بود دوستان، خدا هرگز آن شخص مفلوج رو شفا نمیداد، چون که فقط خدا میتواند شفا بدهد. اگر گفتار مسیح مبنی بر اینکه گناهانت بخشیده شد درست نبود، خدا هرگز اجازه نمیداد که قدرت سماویش برای اثبات دروغ به کار برده شود. این از مقام و شأن خدا یکتا بدوره. ولی کلام خدا میگوید آن مرد مفلوج تخت خود را برداشت. راه رفتن او دلیل حقیقت شفای جسمانی او بود و تمجید و ستایش کردن خدا دلیل حقیقت بخشایش گناهان و شفای روحانیش. بله دوستان عزیز، این مرد گناهکار و علیل در نزد مسیح شادی و سلامتی و بخشش گناه را دریافت نمود و بدون شک همان عیسی مسیح که اکنون در حضور خداست حاضر است و می‌خواهد به من و شما نیز نه فقط سلامتی جسم بلکه سلامتی روح که شدیداً به آن محتاج هستیم عطا کند تا شادی و بخشش و فیض خدا را نصیب خود سازیم. او قادر و تواناست. او قادر است که آنچه که ما لازم داریم به ما عطا بدهد. شرطش اینه که ما به طرف او حرکت کنیم. الحق راست گفتن که از شما حرکت و از خدا برکت. و باشد که امروز شما به سوی شفا دهنده جان و جسم و روح با ایمان حرکت کنید و از او که زنده و شفیع ماست و نجات دهنده است و کلمه خداست و مظهر مطلق خداوند می باشد برکت سماوی را دریافت دارید. خدا کند که محبت او را بچشید. ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمیگردد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.